اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه میبرم با خداوند از شیطانی رانده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. و بیاد دارید وقتی را که شخصی را کشتید و در مورد آن جنایت در بین خود به نزاع افتادید، اما خداوند آشکار کننده است آنچه را شما پنهان می کردید. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. پس گفتیم آن جسد را با پاره از آن گاو بزنید، این چنین خداوند مردگان را زنده می کند و به شما آیات خود را نشان می دهد تا باشد که شما درک کنید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پس از آن باز دلهای شما سخت شد به درجه سنگ یا از آن هم سخت‌تر. بعضی از سنگ ها هستند که از آنها جوی ها جاری می شود و برخی از سنگ ها هستند که شق می شوند و از آنها آب می برآید و هم سنگ های اند که از خشم خداوند فرو می غلطند و خداوند از آنچه می کنید غافل نیست. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند آن را آگاهانه تحریف می نمودند؟ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم به عند ربكم افلا تعقلون. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات می کنند می گویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت می بینند می گویند آیا به ایشان چیزی را می گویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب و وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمیبرید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمیدانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار می‌دارند خداوند می‌داند؟ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. و برخی از ایشان مردم امی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود چیزی دیگری را نمی‌دانند و جز گمان به چیزی دیگری متکی نیستند. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما
كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است، تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دستهایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق که ما را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند. به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را می گویید که نمی دانید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است، پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ معرضون. و بیاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیز دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نیکو ورزید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال ادا نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. و بیاد آورید وقتی را که پیمان استوار شما را گرفتیم که خونهای خیش را نریزید و یکدیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کردید و بر آن گواه بودید. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي
في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یکدیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یکدیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را میدهید، در حالی که تأبید ایشان به ذات خود بر شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان می آورید و از قسمت دیگری انکار می کنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل نمی باشد.